هلو گایز، چطورین بچه‌ها؟ نریفیکس هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. توی ویدیو اومدیم بدوارز ولی داخل سرور لونا ام سی. در کمال تعجب میخوام بیام این سرور رو پلی بدم ببینیم چطوره دیگه. فقط قبل شروع ویدیوتون نره کانال رو ساب کنه، ویدیو رو لایک کنه و کامنت بذارین. بریم برای ویدیو. خب الان اومدم مچ اول و همونجور که میبینید خودتون خیلی مپاش بهتر، متنوع‌تره. یه شورت ویدیو هم من داخل این مپ ساختم، یادم نیست حالا کدوم سرور، فکر کنم همین سرور بود. اومدم فکر برای بار دوم میگن دیگه، نمیتونم بگم برای بار اول. اومدم سرور رو پلی بدم و هم جنریتوراش خیلی سریعه که این هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. همین که فکر کنم پلیراش بهتر باشه چون تعدادشون کمتر. معمولا وقتی تعداد پایینه تعداد نوبا هم کمتر میشن. حالا نمیدونم باید پلی بدم ببینم چی میشه. ایوه آکواد تموم شد. پشمام لیف داد فکر کنم چون که بدشو کسی نزد. چرا بدشو زد یلو. ای بابا ما هم اینو یلو رو میزنیم. یلو هم لیف داد. ایوه دمش گرم. ریکانک شد ولی دیگه دیره. براتون میزنم. دوباره لیف داد. چرا همه دارن لیف میدن؟ خیلی منطقیه. منم بدم رفت. ایوه فقط اما سخت این سرور خیلی پلیرش حرفه هن. من الان واقعا دارم به سختی بازی میکنم. پلیرش خیلی قوی تره سرور دیگه. رفت یارو اسکول ندید منو. ببینم بدشو میزنم. یارو ندید منو، باورم نمیشه. اینم از گیریم. چرا چیش نشد؟ What؟ مرد؟ فازشون چیه اینا؟ وای چه لگی زد. بزنیم و بدشو بکنیم دیگه. ایزی بیفت دیگه. دهنمون رو صاف کردی تو. بیفت پایین دیگه. 4 تا فایربال زدم آخر نیفتاد. نوبه با خیلی نوبه. ایزی جی یو. بریم برای راند بعدی. راند که نه مچ دوم. بچه الان رفتم مچ دوم و خیلی خوشگله این مپ. واقعا مپش خوشگله. چقدر این سرور خوبیه جدی. حقش نیست انقدر پلیراش کم باشه. خیلی خوبه مپش. بریم جنریتورش هم ببینیم. همشون مثل هم. آره جنریتوراش کلا سریع هم. یه بدی داره یه خوبی داره دیگه. ببین وای چرا این کارو میکنه؟ خب میمیره الان با فایربال. چقدر بد مرد. قشنگ زجر کشید تا بمیره. به همین راحتی. بریم مچ سوم. اوکی الان مچ سوم هم استارت خورد. من جدی در کمال تعجبم. یعنی من دارم تعجب میکنم که چجوری میتونم خوب مپاشو درست کنم. حتی فکر کنم رو های پیکسل درست میکنم ولی خب بازم سرورها دیگه جرأت هم کارم ندارن. سرورها دیگه میان دو سه تا من بیشتر ندارم. خیلی من خوش متنوع این سروره. برو پایین دادش، برو پایین. حرف نزن. زدم. یس. وای چطوری فایربالش رو انقدر دقیق زد که من ناکبک نخوردم فقط زیر پام خراب شد. منم دقیقا همون کار کردم. ببخشید. همون جوری که منو کش خودش هم مرد. بهم میگن کارما دوستان. بهم میگن کارما. یه چیزی که نمیتونه ازش فرار کنید. جی ویکتوری شد. یو اینا مچ سوم. بریم برای مچ چهارم. خب الان اومدیم مچ چهارم و متاسفانه مپ تکراری افتاد. نتونستیم مپ دیگر ببینیم. اصلا نمیدونم این تکراریه یا نه. یادم نیست من حقیقتش رو بخوام. باباشم بیاد یارو جلو که حرکت معروفم نشونتون بدم. حرکت معروف اینه. یس. البته بدم الان میره فکر کنم ولی خب آره بدم رفت ولی اب نداره دیگه. افتاد. یس
جی جی نفر اول. چقدر فاصله دارن تو این مپ بیسا با هم. این نکته منفیه که من بهش اصلا توجه نکرده بودم. خیلی فاصله دارم بیسا. ای وای ترپ شدیم. غلط کردم آقا غلط کردم. وایت کرد یارو سری دیدین با یک تو فایر با ای وحشی جامپ اسکیر شدم. وای مردم. جی جی بریم برای مچه پنجم فکر کنم. خب بچه مپ که نه مچه پنجم استارت خورد و مپش یکم زیاد ازت خفنه. مپ آخر زمانه خیلی خفنه واقعا. این سرور علاوه مپی رو دست همه سرورها زده مثل اینکه اینجوری که من دارم میبینم. شاید من لگم نمیدونم نه یارو لگه. خب این از بدش. چرا یارو جونش کم نمیشه؟ بهش 20 تا اتک زدم از اون 20 کنم 15 تا رجیستر شد. یعنی چی آخه؟ ناک بکشو خوردم ولی جونش کم نمیشد. یه مشکلی که تو این سرور من دیدم حالا نمیدونم داستان چیه یا پینگه یا مشکل سروره. ایزی همسایمون رو زدیم. چرا یارو آب خریده بود؟ نمیدونم یه آب بذاریم دیگه. نمیدونم چی شد ولی بلاک‌های پشت سرم همشون کنده شدن یه دفعه. طرف بدشو با بلاک گری پوشونده بود که نفهمیم مثلا یا چیه. من تنها ایرادی که این سرور داره و من دارم میبینم خیلی تو مپاش فاصله دارن هم دیگه بیستا یکم زیادت از فاصله دارن. اینا خیلی مپش خوبه واقعا خوشگله مپش خیلی خوشگله. یعنی هر چی این مپای این سرور من تعریف کنم کم تعریف کردم. وای یا اول فصل کل فایربال ها میس دادم. بابا چی کار میکنی تو؟ آقا این چیتره. یعنی چی؟ حمید اچ پی چرا چیت میزنی؟ کی اینجوری موومنت میده آخه؟ بچه بیا پایین بچه بیا پایین. حرف نزن. ایوه نمیدونم چجوری یار فکر کنم پروتکشنش خیلی بالاست. هیچیش نمیشه هرچی میزنم مثلا دمیج نمیخوره. نمیدونم نه اینویزیبل نیست اسمشو دارم میبینم. ای خدا حیوانی مگه آخه؟ یس زدمش بچه. جی جی مرسی که ویدیو رو تنجید نها کردین. یادتون نره کانال رو ساب کنین ویدیو رو لایک کنین و کامنت بزنین. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.